آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان با تفتیش اموال حاجی علیم نظرزاده سابق جانشین وزیر دفاع و محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان آغاز کرده است. در این باره علمخان نعیمی جانشین رئیس این نهاد به خبرنگاران در نشست خبری اطلاع داده است. او گفته است این تفتیشات همراه با گروه تفتیشاتی پروکراتور گنرالی آغاز شده است و عین حال بیش از 100 نامگوی اموال کبیریو نظرزاده آشکار شده است. نعیمی گفته است در نتیجه چاره‌های فوری جستجویی این گروه تفتیشاتی 42 بیnovу انشooت و بیش از 70 نامگوی اموال دیگری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان آشکار شده است. اینچنین به گفته او هنگام تفتیش 8 انشooت حاجی علیم نظرزاده گویا معین شده است که سابق جانشین وزیر دفاع با راه غیرقانونی این انشooت را از خود نموده به دولت بیش از 53 میلیون سامانی ضرر وارد نموده است. تفتیش اموال این دو نفر بعد آشوب نظرزاده و به آن ربط دادن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی و تروریستی اعلان کردن آن آغاز شده است. اما کارشناسان میگویند این تفتیشات سیاسی است چون هیچ دلیل قانع کننده نه تنها به تروریستی بودن حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان نآوردند، حتی دلیل‌هایشان نسبت به آشوب نظرزاده خیلی شبهه‌ناک است و آنقدر از آشکار شدن خلافکاریشان در ساختن پرونده‌های قلبکی می‌ترسند که حتی وکیلان دفاع خارجی را بازداشت می‌کنند.